اومدیم بازار بزرگی در با حال هوای تابستون. آخر با ما همراه. نداری با بخوری بدانی هر مالو نرم هر مالو سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دموی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار تابستانی شهرداری رشت. امروز شنبه 24 تیر ماه و ساعت حدود 11. بازارهای گیلان مخصوصا بازار بزرگ رشت از جاذبه‌های گردشگری استان گیلانه که با قدم زدن در اون حال و هوای جذابی به آدم دست میده. بدون شک این بازار یعنی بازار رشت یکی از زیباترین بازارهای شمال ایران هم هست. قبلا ولاگ‌های زیادی از حال و هوای پاییزی، بارانی، برفی، زمستانی و بهاری این بازار رو در کانال قرار دادیم. و امروز میخوایم در بازار با حال و هوای تابستانی هم با شما عزیزان به گردش بریم. همه این ولاگ ها رو میتونید در پلیلیست شهر رشت کانال ما پیدا کنید. پیشنهاد میکنم آخرین ولاگ ما از میدان شهرداری که گردش نیمه شبانه در اون بود رو حتما نگاه کنید. لینک پلیلیست شهر رشت رو برای راحتی شما عزیزان در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم که در اون ولاگ های زیادی از این بازار و جاهای دیدنی شهر رشت، رانندگی در خیابان ها و معرفی جاهای مختلفش رو در اون پلیلیست قرار دادیم. خواهشم با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنید. امیدوارم که از این گردش و این بازار دوست داشتنی لذت ببرید. آقا جان فرده تو ما مانگی لای بیان کلیسا گیلاسیه یک کیلوسیه
کیلویی 150 بردک ماهی مولی از ترکیه کیلویی 400 سالمون مال نگه دختر ماهی آمور بود خسته نباش اون دونه 200 اینم ماهی کپور امید املش برد املش
اینم خوج انزل عليك الصدر انزل عليك الصدر اسکنده و آماده دریایی خیلی عالی سلام آقا خسته نباش مربا میشه شفا اینا اونا نیستن اجداد بیداد شربت میشه مربا شربت میشه مربا مربا آقا جان تا اونو خوری ندانی با بخوری بدانی اربالو درم اربالو درم اربالو درم اونو تره اربالو درم شربت کس نوست سوال یک بار بالا خرید این بار خرید بوده منم اما عشان یک 50 تومن 250 تومن خوش بوده الان دیگه خودتون وحشتناک هسته جدا سر حال کاواینه کاو درجیه یا پشتین کاو درجیه آقا الماری بیا بنجا نه
بودو آقا بودو خب خالی باشه خیلی خالی باشه برده اون قطعه خالی باشه صابی یا اون خالی باشه اون سی میره پونجا یا میبینی زنگ میزنی کجایی ماما افغانستانم زامله یا عزیزی حسین چه حفظه بزرگ خسته نباش من اون بزرگم بودم سیگار باری سیگار باری $15
اینجا دیگه زمش فروش تومان کوکی انتقامیا پایان تا سالی دیگه چند کیلو ده پایان بازار عوض شده. آقای میرزایی دیگار خاکر نکنی آقا سلام نه اصلا نه آیا اصلا نه اون بازار یکر بده نمیشه هیچ که نه قربان کسیگه داری آیه جان کسیگه داری مقاله کسیگه داری تأسیس کتابخانه 1306 سنش از خیلی کشورهای منطقه هم بیشتر. تقریبا 11 10 دقیقه 11 چون شبا شلوغه روزا دیر شروع به کار میکنم. ولاگ نیمه شب ما رو ببینید ساعت 12 شب بود. ولاگ قبلی شهرداری رشت تا 12 شب هیچی تا 2 3 صبح شلوغه. بعد بنر زدن شهرداری دید نداره. نه ساعتش دید ماشین چیزم گذاشتن داستانه
اینجا به جو پارس به جو پارس داره پست داشت چیزم بود من تازه شروع کار کردم معلوم یخ ندارم صبح خلوت شبا شروع موتور و ماشین از اینجا چی میخواد من نمیدونم برای خیلی گرمه دارن دون میپاشن پشت مغازات دونه میپاشن